من نمیگیرم. از الان آماده هیتایی که میگیرم هست. کی میخواد هیت بزنه؟ آها. که عالیه. آماده؟ خیلی خوشگل. ببین وایساده. کجا به چی فکر می‌کنی الان؟ سلام. آقا ما داریم میریم روز دومو شروع کنیم. حاضر شدیم؟ حاضر شدیم. روز دوم. حاضر شدیم دیگه داریم میریم. میخوایم بریم بروکلین بریج. دیگه با اینکه هوا آفتابی نیست ولی من عینک آفتابیمو دارم میارم برای عکس. دیگه امیدوارم فقط سردم نشه. البته این کلوفتاستا ولی خب بیرون چه بارونی میاد. ما رسیدیم به بیگل شاپ. بیگل یکی از نونای خیلی خیلی معروفه توی نیویورکه که یه چیز اینطوری گردیه از اوناست. بعد اینو بینشو باز میکنن اینطوری از شکمش میبرن توش کریم چیزای مختلف میذارن. حالا مثلا هر چی مثلا کریم چیز و اینا. بعد از اینا ولی اصلش اینه که با حالت کریم چیزی باشه. ولی دیگه کلی فلیورهای مختلف داره. مثلا الان این کوکیه، بعد مثلا کریم چیز کوکیه، بعد اون یکی مثلا بلوبریه. البته فکر کنم این بلکبریه، این استرابریه دیگه. مثلا لاش سمن میذارم. ببین اون موقع هم دقیقا همین رو گفتی. مهدی هر بار میبینه که یه نفر چیز میکنه برای صبحانش ماهی میخوره یا حالا میان بعدش ماهی میخوره حالش بد میشه. آخه داداش صبح خب پا میشی خب چی بخورم؟ ماهی. خب همونطور که مثلا بیکن یکی دوست داره ماهی هم همونه. ماهی کمی بوی کامرا روشن نمیتونم بگم چی میده ولی خب برای صبح واقعا آدم دهنش به جوراب میگیره. خدا وکیلی مثلا بخوری مثلا الان همینجوری آردی با جوراب میدی، جورابم با جوراب مثلا مسجد میشه. کنم خوبه هوا همین. بارون نمیاد. بس کی فهمیده میخواد بزنم؟ چترمون نشون دادی؟ آقا من همه چی گرفتم به جز چتر. بعد این به تنهایی میتونه گوه بزنه تو استایلتون، یعنی خیالتون راحت باشه چون بارون نداریم انگار. آره البته تو آتلانتا بارون خیلی میاد. بارون نمیمونیم ولی آره باروناش خیلی مقطعیه. بعد کلا مثلا هیچ موقع اینطوری نیست تو آتلانتا بخوایم مثلا تو خیابون همینجوری راه بریم خیابون رو ببینیم. ولی خیلی خوش رنگه هوا. برو بریم چند. ببین بعد اینجا یه چالش دیگه شه که فکر کنم دیروز یکم گفتم مثلا الان چراغ برای آبر نه ولی باید بری چون ماشینا وایسادن مثلا نمیان. نمیدونم چجوری بگم. ماشین این تایمی که وای میسته تا چراغش سبز شه، چراغ تو ولی قرمزه ولی تو میری وای نمیستی. میفهمید؟ نمیتونم خوب توضیح بدم. امیدوارم بفهمید. خلاصه میخوام بگم خیلی قانونای بیقانونی خودشونو دارن. اینجا هم یه دونه از این کاروسلاست. بعد یه چیز خوشگله دیگه نیویورک تاکسی زرده. ببین همین تاکسی زرد رو ما هم تو ایران داریم. چرا اونجا به چشمم نمیاد اینجا خوشم میاد ازش؟ نماد قشنگ فیلم و تمام هیستوری و سریالاشونه. آره همیشه هست. ببین همیشه هم هست. آره همیشه هم هست. من فقط میدونم که الان برای مستقیم رفتن تاکسی. دقت کرد؟ نه بذار اول عکس میخوام بگیرم. Oh my goodness. بیا. کامپیوتر. واکن لاتو. آماده؟ خوردی بدون من؟ Do we have it? Do we have it? مگه داریم؟ آها Do we have it? من میگم نمیدونم چرا فکر کنم باید اینو داشته باشی. Do we have it آخه؟ جای فروشی که من نمیدونم چرا باید سخت داشته باشه. ببخشید مجدداً ببخشید. Do we have it? Is it possible? مگه داریم مگه میشه؟ من مطمئنم مال مهدی خیلی خوشمزه‌تر از منه
چون مهدی ریسک میکنه مزه های خیلی باحالیش رو میخره. بعد ترکیبی های سمیه. الان مثلا این چیه؟ یه دقیقه بخور 15,000 تا مزه میاد تو دهنت. بذار این وقتی اصلا دوست نداره. چه مزه خر خوبیه. هالوپینیوه و تش بروچیز شور و شیرینه. وای خیلی خوشمزه شد. ولی خب مزه پیدا کردن همینطوری میاد دیگه، هی باید ترکیب کنی همه چی رو با هم. ولی اینو من دوست داشتم. ببین نمیتونم ازش یه دونه کامل بخورم، یه دونه نصفه، ولی خوشمزه بود. همیشه تو مترو یکی میخون. الانم فکر کنم همینطوره. ای داداش نپر. چه بامزه. چه بامزه. آره نه منم دارم میرم بابا، ول کن دیگه. چرا نه بابا. وای بچه ما داریم این کار خیلی زشت رو میکنیم. کردیم تموم شد. ما در رو باز گذاشتم. برو بریم. همینه؟ وای این مهدی من تو بشی من خوبم. sorry. آها بعد اینجا ازشون عذرخواهی هم کنیم جواب نمیدن. ولی مهربونم. مثلا آقا جاشو داد به من. همون اومدی راجع به شرط نه میگم نه اینکه بد باشن. امسال خیلی خلوته. بعد ببین هر ایستگاهی هم یه خواننده داره. رسیدیم. سر بروکلین بریج قشنگ اومده. این پارکر یادته؟ یکی موزیک توش گذاشته. حالا میریم بغلش بعدا. بروکلین بریج اون بره. چقدر متروش خوشگله. اینجا هم عکس میگیرن همه. ببین فکر کنم بعدا. خب دیگه ما کلی پلو اومدیم جلو. من پدر صاحب بچه عکس رو در آوردم و خیلی باحاله. اینجا یه سری عکاسا هستن. خب چون لوکیشن خوشگلیه، عکاسا میان قشنگ کاسبی کردن. بعد هر عکاسی میاد سمت من، اجازه بده میکروفونم رو روشن کنم. هر عکاسی میاد سمت من خب بعد عکس میگیرن ازت. یه LCD روی سینه شونه. نمیدونم حالا توی بلاگ دیروز افتاده یا نه. بذارین روشن کنه. یه دونه تبلت روی سینه شونه. عکسی که از تو میگیرن و اونجا تو میتونی ببینی رو تبلتی که به سینه. ببین همشون میان از من کلی عکسای باحال گرفتن و من اینجوریم که ساری من کامرامن خودم آوردم. اوکیه. آره خودم عکاس دارم. وای خیلی خوشگل. فکر کنم رفته خوابیده چون نیست. سری هم فکر کنم چالشو داشت. فکر کنم اون طرف مجسمه آزادی. آره. ولی باید دیده شه از اینجا. وای خیلی زیباه.
از اینا 2 تا دیگه، 2 تا اون سره، یعنی یه جفتشون سره، یه جفتشون این یکی سر بود. الان می‌خوایم بریم اون مره پل. سگه سرده سردم نبود تا الان. خب گفت به اینجاها قفل وصل کردن، ولی اینا دیگه عالیه اصلا، یعنی هر چی دستشون اومده و نیومده رو وصل کردن. میبینی؟ نایلون وصل کرده لعنتی. خب اصلا قشنگی نداره به نظرم. چه کاریه؟ را بریم. من کی میگیری؟ سب کن دارم ویو میگیرم. پایین تر. مهدی جون کیمه؟ به خدا شرم میشه. از ویو فیلم میگیرم. خب با من بگی کجا رو میخوای بری نشون بدی؟ بگو بگو. بیا اینجا پله، اینجا آبه، این دوربینمه. خب تو میگی بچی باش. نه یه حالت اینجوریه. برو نخند دیگه، سب کن نخند. من دنیای میام. سب کن دیگه. آقا برم میگم صدا خوب. تو رو خدا بیا بابا خیلی خوب شده بود دیگه. خوب نه. چرا؟ من نمیگیرم. رفتارتو درست کن. اصلا سخت به جهنم است. دیگه دیزی گفتم. اگ میگم این دفعه. نه ولی اینجوری نمیخوام. همینجوری بیا بغلم کن. نچرال نه که. اوکی. خب اینم خودش خیلی قشنگه. بیا. بیا الان دیگه اتوبان سد شد. ببین میگم اینو نیار داداش، بیا بغلم کن. خب من خودم بوسه ها رو انجام میدم. چه گوشی خب یه جوری بغلت کنم سلای لباس درست. برو بخور. خیلی کارت زشته. خستگی روزم. آقا داریم میریم سوار مترو میشیم. گفتم بهتون این ساختمونی که متروشه رو نشون بدم چقدر خوشگله. نگاه خیلی نازه. بریم توش هم ببینیم. خیلی زیباه واقعا. اینجا متروه. الان هم داریم میریم سمت یه رستورانی که خیلی معروفه به ساندویچ‌های روست بیف و دیگه چی داشت؟ پاسترامی. خوشته باید اون روست بیف خوب نبود. ببین دوست داشتم تست کنم، خیلی دیگه برام زیاد شد. الان داریم میریم به سمت رستوران معروف. سکسی ترین رستورانی که ساخته شده. آره واقعا خیلی سکسیه. حتی امیدوارم 19 کیلومتر رفتن نشده باشه. نه من احساس می‌کنم امسال کلا خیلی خلوت‌تر بود. ببین امسال جا بشم تو لباسایی که خریدم. نه اوکی. خودمون اضافه بار نمی‌کنیم. اوه مای گاد این کفشه رو خیلی خوشگله. آفرین خیلی مغازه تو قشنگه.
این شکلی خیلی وقت بود ندیده بودم. کوچه پس کوچه پر مغازه، همیشه خیابونای اصلیه یا یه پاساژیه یا یک ساب دیویژنیه، اینطوری ندیده بودم. ای وای داشتم میفتونم این تو نزدیک بود پرچم. اوه اونجا بستنی فروشیه، بریم اون بر. اینجا راه نمیدیم به آبر. بچه تو رو خدا حلال کنید من انقدر این جمله تکراری هم میگم، چون واقعا خیلی چیز اذیت کننده دیگه برام. گفتم بیام اینور اینوری مغازه هاشو ببینیم. چه بستنی فروشی منطقی، هیچ دیزاینی به خرج نده، فقط بستنی کار کرده. ترسناکه دیگه این. اینجا چیه؟ چه خوشگله. آشغالا صفه؟ اینه اون رستورانی که میخوایی. فقط صف رو ببینید، آروم باشه قیافشه. وای دروغ نگو، وای او مای گاد، هنوز صفی ما. دروغ میگی؟ میخوای؟ چه؟ اگه تو بخوای. تو چی میگی؟ آقا ما بالاخره رسیدیم تو یکی از معروف ترین رستوران های اینجا. نه یه پاسترامی یه دونه چیز بگیریم. چی بگیریم؟ هر چی من خودت سخت بگیر. پاسترامی نمیشه نخورم، یعنی من پاسترامی خواهم تو بریسکت نه چه قرار بکنم، خیالت راحت، من مثل تو نیستم. آخه چون میدونید مهدی چطوریه، ما با هم دیگه قرار میذاریم که مثلا 2 تا غذای متفاوت بگیریم با هم نصف کنیم. بعد مهدی اگه غذاشو بگیره و دوست داشته، مثلا بشقابی که مهدی برداره بیاره سر میز، اگه دوست داشته باشه دیگه به تو نمیده. و اینجوریه که غذا تو دوست نداری، میگم چرا، آخه قرار بود نصف کنیم با هم بخوریم. بعد میگم اگه میخوای بهت میدم ازش. خب همین دیگه. چه انتظاری داری؟ غذای منه. وای ببین میبرم بتون الان این جلو ببینید. دیگه سنوان نه خیلی خوشگل. Can you do me a favor? Could you give me a sample of that too? Just want to make sure I'm okay with it. چطوره؟ ببینم. ماهیچه هست؟ نه من نیستم، نه. I mean, it's classic with the mustard. It's popular with cheese, but that's up to you. Thank you, sir. Try it. Excuse me, is anybody sitting here? Guys, you gotta stand all the way over so let people get by. This is cash only. Cash only. چطوره؟ چه بامزه است، یه دونش خیار شوره یه دونش خیاره. خوردی؟ آها.
رفتم دستامو شستم تمیز. کانالی؟ ببین این سس خردله فقط خردل چیزه دیژان ماسترده. داشتم میخورم. کجا این گاوه پاسترامی کجاشه؟ من برم همونو بخورم، پیداش کنم بگم ما پاسترامی خوردنی. بعد روی دیوارش هم که عکس یه سری آدم های معروف ها اینا رو داره. فکر کنم اونرش اینه. اینو با کچلس سمت راستیه، اینم سمت چپی هم یه دیجی معروف اسمشو نمیدونم چیه. خیلی ناراحت شدم دیگه جا ندارم بخورم. زحمت کشیدیم برای یه تیکه ساندویچ، چه صفی وایستادیم خدا. ولی آخه عقیدم هم اینه که الان من به زور اینو بخورم با سطل آشغال ریختن هیچ فرقی نمیکنه. اومدیم بریم سمت هتل. گفتم دم هتلمون یه بازارچه است که کلا داستانه کریسمسی طوریه و اینا. من بپرسیم این کلا انوایا چنده؟ من خیلی گرون خریدم. بگم 40 دلار اصلشو گرفتی. خب میگه اصل فرق داره. آوا داره دیگه از این. اینو با کمه. خب بابا 63 یا 70 تا همش 2 تا دونه دارن. وای چقدر خوشگله. کورن داگ هم داره اینجا. آره بچه ها اینجا منطقه کره نیویورکه. همه مغازه ها کره، رستوران ها کره. دقیقاً این چسبیده به هتل ما، یعنی این در وا کنی هتل ما بیای بیرون اینجا. ببینیم چی پیدا میکنی. اینا مزه نوخامگی های ایران. نوخامگی های ایران هم میده. من فکر کنم همون نونو بیشتر دوست داشته باشم، چون انقدر مثلا تو آتلانتا. آها اون چیز مغازه رو میگی؟ آره ببین بیشتر الان دارم بستنی میخواد. خدا آره هرس در بیارم. ببین اینا اینقدر نرمه. وای الو روز سوم. ببین دیگه جون ندارم. بینیم داره میسوزه از شدت خشکی و سرما. گلو بینیم واقعا خسته شدم و کمر درد. اصلا استراحت نمی کنیم که هی میریم و واقعا برای خواب میام هتل و یه تک این مدت رو سر پایینمون راه میریم و خسته. دیگه اومدم تو تخت دارم آرش میکنم. الان امروز قراره بریم سنترال پارک و یکی دیسای خیلی خوشگله که هی ازش تو اینستا دارم استوری میذارم. کاتیدراله در واقع، در اونجا هم کلیساهای بزرگ دیگه، کلیساهای با سقف‌های خیلی بلند دیگه. داریم میریم اونجا. بعد برای شبم اگر که نمیدونم رستوران قرار بود رستوران رزرو کنیم برای امشب. مهدی ببین بعد اینجا یه جوری خشکه از شدت سرما که اگر این دوتا رو نیاورده بودن واقعا. مهدی چیز رستوران رو نگرفتیم نه؟ رستوران نمیشه برای امشب نداشت، برای هم بود. به زنگ بزنیم میشه سنترال پارک رو بیارید اینجا من ببینم. فیلمشو ببین.
دیگه میشه بیارید اینجا تو تلویزیون. شدت خشکی دماغ خواب بیدار شد. آی خدا دقیقا همین. با خدا رو شد 44 هوا. فوقا میشه از این هوا خوش. گرمه. 44 گرم در مقایسه با 20. 42 باد. ولی آفتاب بازوکی هم خدا. آره اینش هم گفتم که اگر یعنی کرم دستم یادم رفته بیارم، قشنگ دستم خشکه قشنگ. بعد این دوتا ببین چقدر خوبه که پوست صورتم اصلا یه چیز مرطوبیه، انگار که صورتم تو مالدیو داره میره سفر، پایین تنم تو نیویورک دیگه، گردم به پایینم تو نیویورک. انقدر این دوتا خوب با هم کار میکنه. و بین سفرمون بین روزهای سفر یه روز آف بزنیم، اونو جزو سفر حساب نکنم. آقا اینو می‌خواستم براتون تعریف کنم، این که خب نمیدونم چقدر میدونید یا نه، توی نیویورک خیلی هوملس هست، یعنی کسایی که بی خانمانن. حالا این سری ما خیلی کمتر دیدیم ولی خب هست، بازم هست. یعنی مثلا تو آتلانتا ما اصلا شاید نبینیم، یا مثلا یه دونه اونم خیلی مثلا ترتمیزن و قیافه هاشون یه مقوا گرفتن دستشون مثلا کمک کنید و اینا. همین شاید همین شکلی ببینید، ولی اینجا خیلی هست، همه مدل مختلفش، تابلوی رخت دست مثلا، این مدلای یه کوچولو حالتای دیوونه طوری. بعد داشتیم همینطور میرفتیم یهو دیدیم یه آقای سفت داره با خودش صحبت میکنه، یعنی سفت، بعد وسطش میگفت آره منم مثلا فلان اینطوری اونطوری اینا. ببین میدونی چیش برام عجیب بود؟ این که ما هممون تو ذهنمون داریم این کار میکنیم، فقط داره بلند میگه و میبینی وقتی بلند میگه ما اینجوریم که حالا مگه طرف الان اونجا هست که تو داری اینطوری میکنی؟ خیلی ولی درست گوش ندادم، ولی به ما هممون داریم این کارو واقعا میکنیم و این برام خیلی چیز ترسناکی بود. این که الان میبینم میگم یعنی چی، چرا اینجوری داره میکنه؟ بعد خودمون واقعا ساعتها وقتی برامون یه اتفاق پیش میاد، یه بحثمون با یه نفر میشه، ساعتها تو ذهنمون با اون آدم دعوا میکنیم و تو ذهنمون اون آدم جواب میده و ما میایم جواب اون آدم رو میدیم. اینو از این یهی که این یارو گفت که داشت رسما انگار میشنید یه صدایی رو و داشت حالا مثلا حرف میزد و توجیه میکرد اون حالا نظری که داره رو، و منم میکنم این کارو. مهدی گفت چی میشه که اینا اینجوری میشن؟ گفتم مهدی استپ بعدی اوورتینک همینه، اتفاق دیگه قرار نیست بیفته دیگه. تو دیگه نمیتونی اینا رو تو مغزت تحمل کنی، انقدر گنده میشه حجمش که نمیتونی تو مغزت تحمل کنی. نمیدونی آقا اینجا یه دقیقه نگاه کردیم نمیرم شام نمیدونم چند من سنترال پارک چجوری میتونم برسم قشنگ. خلاصه اینکه خیلی نگران کننده است واقعا اوورتینک کردم. مثلا من خودم تو ذهنم انقدر با همه کسایی که بحثم شده مشکل دارم، اوورتینک الان نمی کنم واقعا. الان یه مثلا 3-4 ماهیه که دیگه حتی فکرشم برای خودم دارم قدغن میکنم. و میدونی استپشو از کجا گذاشتم؟ که خب ما هممون دوست پسر داریم، پارتنر داریم، حالا در کل شوهر داریم، دوستای صمیمی داریم، خانواده داریم که باشون صحبت میکنیم. من کلا خب خیلی اهل صحبت کردن با آدمای دیگه نیستم به جز مهدی. و اصلا دوست صمیمیم یه ساعت از دست همین موضوع همش شاکی بود که میگفت من همه چیمو به تو میگم تو هیچی به من نمیگی. من واقعا دیگه دارم از دستت ناراحت میشم و اینجوری بودن که ببین من که نخوام به تو بگم اصلا نمیتونم بیارمش بیرون. و اینم که میگم با مهدی هم همه چیز نیست، یعنی یک سری چیزهای به خدا یک سری چیزهایی که میتونم بگم، نمیشه گفت بیشتر چیزها، ولی همه چیز هم من باز نمیتونم بگم. واسه همین اینا همه هی باعث میشه که وقتی یعنی مثلا به نظرم بهترین کس اینه که با تراپیستم با مشاورم صحبت بکنم راجبش که حداقل اون بتونه یه چیزی بگه.
نه اینکه فقط صرفا من همینطوری بخوام به قول خودمون غیبتش رو بخوام بکنم، یه چیزی بشه مثلا، یعنی اون مشکلی که دارم درست حل شه، نه اینکه یارو مثلا میگه آره حق با توه فلان اینا، خاک تو سر اونا، حق با توه. و از همین روی من خیلی با آدمای دیگه، با خانواده، با دوستان، با مثلا مهدی اینا، میگم باز با مهدی بیشتر، چون دیگه هر ثانیه چسبیده به من دیگه نمیتونم نگم، ولی باز کمتر. و این جایی من این موضوع یکم احساس میکنم بهتر شده که حتی دیگه به این آدم ها هم نمی، چون اگه تو راجبش بدونی و من دیگه بگم خب دیگه مثلا تانیا که میدونه منم پس بهش میگم، ادامه میدم این موضوع رو، یا هر چی بشه هی رفرنس میزنم به این موضوع، هی بک میزنم به این موضوع، میگم آره مثل این یکی که اینطوری بود. و این بک ها، این چیزا اذیتم میکنه، همش باعث میشه که انگار توی اون موضوع فرو برم. آقا ببین دیگه لباس میپوشی، خیلی چالش سختی لباس پوشیدن اینجا واقعا. یا خدا این اندازه میشه اینا رو آنلاین سفارش دادم. بعد من چند تا چالش دارم اینجا یه سری لباسایی هست که باید به اون محیط بخوره. بعد چالش بعدی اینه که خب لباسایی که آوردم میخوام همشو بپوشم، خب میخوام هم هی جدید باشه، واسه همین این بالانس رو حفظ کردم بین اینا کمی مشکله. دارم فکر کنم به سنترال پارک این یه مشکیه. بشکیه مثلا داداشم استفاده کردم. اینو می‌خواستم بپوشم، ولی این برای تایمز اسکوئر باحال‌تر میشه فکر میکنم. مثلا عجق وجقش به مثلا عجیبی اونجا خیلی باحاله، بیشتر مچه. حالا نه من احساس میکنم که 3 هفته کم اومدیم. من فکر میکنم مثلا 3 روزم 3 هفته کم اومدیم، چون آخه این برنامه‌ای که داریم می‌چینیم برای 2 روز نیست. بعد 11 هم پا میشیم آخه، کلوف هم هستیم. تو خوشچوسیم مثلا 11 دارم میخوابم. نباید بخوام، یعنی سفر هزینه کردیم. وای ببین من اصلا اینقدر بدنم داره ریکاوری نمی‌کنه، یکی از سوراخ‌های بینیم بسته شده. من از دماغ درد حالا خواب بیدار نشده بودم. از دماغ درد از خواب بیدار شدم، باورت میشه؟ وای یکم بیشتر نمی‌دونی خود میشه اینجوری. چرا انقدر کم میاد؟ به خدا میگم واقعا کم نمیاد، خدا وکیلی 2 سال یه بار چیز کمی نیست، ولی خب بیشتر میتونیم میگم خدایی. نه تو همه کریسمس فقط که اینقدر گرون باشه نابود شه. یا تو همه آخه دیگه واقعا حاضری مثلا دوباره باشی بیای. نه خب ترجمه جاهای دیگه بگم. خب منم همین رو میگم. این با این کورت این ست با این کورت یا ببین این کته خود جفت این کته خودشون ست دارن، یعنی ست اون مشکی زیرش یک سر مشکیه، این باشه این خودش این ستش این دکمه با تو هم بید. بعد اونا بگن چرا ما رو داری نگاه میکنی وقت داری هم این که خیلی زیبا. خدا باید با اون زیبا آب و لعابی که اونجا داره، مثلا تو هم آب و لعابت اینجا معلوم میشه، یه مش آب و لعابت که کنار هم بود تو عکس میفته، خیلی زیبا شد. همین پس اینا قربون هست داریم این قشنگ‌تر بود. فرق نداره اون یا اینو جمع کنی یا اونو جمع جفتشو بیاره برای سنت بندازید. نه راست میگم زیبا شد. زدیم بیرون بالاخره. میکروفونم نمیکنه، آخرم پیداش نکردم. یه دونه از قبل داشتم دارم استفاده میکنم، خدا رو شکر بهش وصل شد. زدیم بیرون، هوا باد داره ولی خب به اندازه یا دیروز و اینا سرد نیست، خدا رو شکر آفتاب داریم. بریم ببینیم روز کسی کنسرتی داره، چیزی داره. امروز کاسبی میکنیم. آره یه صداهایی میاد. همون چیزا هم فکر کنم شروع کنسرت همون اون آقا قبلی ها برو در بازه عاشقشونم. ببین نگاه در باز میذارن همه برن.
اینجا مرامی هست توی این دیسکو بچه آره خیلی توی این دیسکو مرامی هست شت جلوی سیکیوریتی اصلا قاضیه به همون گروه خوره چیزن آره بچه سلام نه اینا اونا نیستن اینا اونا عاشق عشقی هم که به هنر داره گرفتی ازشون دیگه بسته خیلی خوبه ولی به من اگه بگن یه صدایی رو تا آخر عمرت گوش بده اولیش میگم صدای تتلوه بعد مثلا موزیکایی که توی این سبکا باشه که اصلا حرف نزنه فقط یه صدا باشه و با صدای باهات صحبت کنه یعنی کلمه نگه کلمه‌های شناخته شده نگه اینطوری باشه هر کلامی که هر آدمی ممکنه متوجه شه خب ما هم این رستوران رو پیدا کردیم آره Hey Hayden Do you have anything open? Yeah, I ran out 2 times. But the bar area is first come, first serve. So you guys can grab any available. I don't know what do you think جا نداشت میز بار فقط داشت ما سنمون از سن میز بار گذشته مردی که رسما زانوش چیز شده زانوی منم تا شنیده مثلا مهدی یکم خودشو لوس کرده جفت زانو هم درد میکنه خیلی داری تغییر میکنی از آره مهدی آخه داشت میومد میدونم چیکار کنم خب جلوم توی بغلم هم میاد هول بده دیگه واقعا باید دیگه بده یا علی مگه چراغ ما نبود دیگه چرا واقعا من باید به دیگه چراغ ما دیگه من لحظه داشتم فقط به دیگه ها فکر میکردم دیدید دیگه الان دیدید اینو سالار اینجا یک زدم سالار دیگه اصلا نمیتونم راه برم برو این پشت باید بریم اوکی ACL هم قشنگ چیز میشه کمپرس یخ تر میشه دیگه اینجا دیگه کم کم داره بوهای سنترال پارک میاد آره شروع شد دیگه قشنگ درخت ها معلومه سری اسباه اینطوری کالاسکتورا وای خدا پاشو وای چه توده بولی وایستاده مهدی اسباب نگاه توده بول وایستاده ببین اگه برف میومد بهت میگفتم اینجا چی میشد این سنجباف همیشه شاقه اینجا آره سنجا واقعا الان سیگار تو این هوا خیلی میچسبه متاسفانه من گفتم یه دونه بگیریم بتونم بکشم به زور به حد کافی انقدر گرمه سرما خشکی میسوزه من عاشق سیگارم یعنی اگه کشیدنش اولش انقدر درد نداشت و سرفه نمیافتاد اما اینا قطعا سیگاری میشدم ولی اصلا حوصله کثافت کاریای بعدشو ندارم و اما من خودم تنها اومدم پاتیناژ به خاطر اینکه مهدی به خاطر زانوش نمیتونه من خودم اومدم ولی مهدی رو الان پیدا نمی‌کنم امیدوارم بتونم هم فیلم بگیرم بعد من نتونستم کمد بگیرم چون کمده به درد کفشم نمیخورد بعد $18 بود دیگه واسه همین کیفمو آوردم تو دستم آقا من اومدم نمیدونم 2 قدم راه برم تو بگو 2 قدم وای باورم نمیشه چرا این کارو کردم با خودم بعد آقا هم به من گیر داد که دوربینتو نبر نمیتونی هندل کنی گفتم برو بابا نمیدونی من کیم ولی مثل که اون میدونست من کیم خودم نمیدونستم کیم نمیدونم نمیتونم 2 قدم برم
و من آخه میدونی چی شد که گفتم بیام، چون من قبلا اسکیت بازی میکردم و یعنی جزو اسکیت بازهای خیلی کار درستی بودم. الان اصلا نمیتونم، من فکر کردم عین همونه، برای همین اومدم. خیلی شبیهشه ولی اصلا رو آیس یه دنیای دیگه ایه. خیلی ناراحتم نمیتونم. این هم پول دادم ولی اینا میرن بچه جنگله ها. وای تونستم فقط وایستم. مهدی همون بالاه داره تا میتونه بهم میخنده. میخوام امتحان کنم، تلاش کنم ببینم میتونم. نه واقعا نمیشه و میترسم پوش کنم بعد یهو بیفتم دستبالم اینجا بشکنه تو شهر غریب. نه نمیشه، نشد که بشه. برم در بیارم نگاه. Somebody, I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day fades into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. آقا ما داشتیم همینطوری راه میرفتیم تو پارک بعد از پاتیناژ موفقم. این صدا رو اصلا شنیدم تنم لرزید. بعد به مهدی گفتم بیا بریم برقصیم. بعد دیگه رفتیم رقصیدیم ادامه. بعد یهو دچار یه حالتی شدم که انگار باورم نمیشد که با مهدی اینجام، چون ما واقعا 100 بار شده بود که بگیم نمیشه دیگه ول کن. و اینکه یهو مثلا توی سنترال پارک با هم دیگه داریم میرقصیم، اصلا نتونستم تحملش کنم. یهو مهدی که دیگه گریه کرد. خیلی حس عجیبیه. خیلی این تیکش خوشگله. اجازه بدید با دماغم بعد بزنمش. آهنگش برام تو تاون نمیشه. یه آهنگی که تو از خودکشیش دیگه درجه یک سالش کنی. آره عزیزم مرغابی‌ها رو می‌بینی؟ مرغابی‌ها هوملس شدن. دیگه مرغابی‌ها هوملس شدن. آره کوکولیا عزیزم. آقا باورتون میشه ما هنوز صبحانه نخوردیم؟ این از صبح که بلند شدیم هیچی نخوردیم. ما صبح پا میشیم پلن میشیم تا شب بعد یه لوکیشن رو میریم شب برمیگردیم. راست آخه اینقدر جذابه. انا همین یه تیکه پارک قرار بود یه رو بیایم اینجا 3 ساعت این تو. انا همین واقعا قرارمون یه رو بود. نه یه رو ما فکر کنم یه ساعته برگردیم 3 ساعت الان این مثلا الان انقدر هر تیکش یه داستانیه. نصف پارک این نصف پارک نصف پارک هم نبود. الان ما فقط چقدر اگه صاف راه رفته باشیم بیشتر 1 کیلومتر راه رفتیم. 1 مایل راه رفتیم بیشتر 2 کیلومتر راه رفتیم. خیلی 2 کیلومتر ناشتا. پس از 3 یعنی الان یک کمه دیگه نخوریم 24 ساعت یه فصل. جوری رو غذا حساسه. اسم من بد در رفته. حساس غذا بهش نمیرسه یه طوری بچ میشه با اینجوری حرف میزنه با موهاشو وا میکنه موهای فرش تو هوا و اصلا نگم براتون ولی واقعا شاخه درخت خودشه درخته رو ناکن. راست میگه. اینجا معنی یه دریاچه دیگه است. هوا خوبه فقط زاد و ولد کردن. راست میگه. و ناگهان دزدان دریایی کارایی. آره دیگه فقط آبی.
مرغابی با کشتیم بهت. بی‌مزه. آقا باورتون بشه یا نه ما بالاخره تونستیم بیایم یه جایی و بشینیم. بده من جکت. دوست دارم گریه کنم ولی اشکام خوش شده. اگه دوست دارم گریه کنم ولی اشکام اصلا دسترسی بهشون ندارم. فکر کنم کیسه‌اش یخ زده. آره مال آبشارم یخ زده. نمیتونم چه منم نمیتونم سفارش بدم. میشینیم کاری نداری. خونه گوشا ما به جوشه برام. ببین موپرش نمیشم. سردرد دارم از جدی ولی قصه بگیر من دارم آدم بلدش. بگی خب خودت بگی. الان به چه سوالم. آقا شما فقط غذاها رو ببین آورد. چقدر دو دل بودیم بخوایم بیایم رستوران. ببین یه مزه دارچین و یه ترشی میوه و بریا با اینا. من میخواست شاید زبونم باشه مزه هم تجربه هر چه اتفاق خوب برای زبون میفته. چه اتفاق بدی برش میفته؟ گاز میگیریش. جای خوب میخوره جای خوب. نه غذا رو مثلا جای خوب میره. جاش گرمه نرمه تاریکه همش هم میخوابه. بدن یخ میزنه زبون گرمه. کاش میشد نه آشپزشون رو بوسید. بلیسیم از زبون باید استفاده کنم. از همونجا که تیست خوبت داده. فکر میکنم آشپز بذار بده من دستتو بلیسم به خاطر این قضیه بزن. دسته؟ من فکر چه دیگه 3 ساعت دارم کجا چرا؟ دست حتما که هم کنه رو لیستت که برای چی اصلا باید این کار رو بکنی؟ من داری پیکچر میکنی زانو زدم کنی رو دارم لیست میکنم؟ نه جفته میگم زبون جای خوب میره اینه فکره طرز فکرش اینه. من راجع به دست و لپ و مثلا چه حرف بزنم این راجع مثلا زیر کون و میگن شما راجع به این فکر نکردین؟ آقا زبون جای خوب میره. زبون جای خوب میره. به کجا به چی فکر می‌کنی الان؟ توی زبون دیگه تاش بهترین مثل که حیوانات اینه ولی واقعا تو سوراخ کون من نه بابا ول کن. اون داره بالا اونو میکنه. چیه؟ چقدر باحال اینجا هم با مبا زیاده. بریم یه چای زعفرون بخوریم. دست شما دارم. این چه عادتیه؟ ببین کی به خاطر این حرفا راه میره با آدم فارسی صحبت میکنه. خب نمیفهمن چی میگه. ممکنه او سوء برداشت کنه. خیلی خوشگله اینجا. مهدی بیا بریم بالاش بشینیم. بشینیم؟ من نمیخواید بگیری بریم. آره بالاش خوشگل بوده. میتونیم بیایم مثلا یه روز ایستی بکنیم و بالا بشیم. یه روز که ببین یادت رفته 3 روز اینجاییم دیگه. این 2 روز حسابی که ما باز کردیم رو الو آقا ما اومدیم باز هتل به اندازه 1 ساعت استراحت کردیم. داریم میریم بیرون. یه رستوران میخواستیم بریم بوک شده بود از قبل دیگه مجبور شدیم که بیایم خونه بیایم هتل لباسینا رو عوض کنیم بریم. امشب شب کریسمسه بریم یه ذره شب مهتابه. آره بریم بیرون گردی. یعنی همین این قسمت خودمون الان خیلی داغه. کریسمس بازیش اگه میتونستیم امشب لیتل ایتالی رو هم بریم خیلی خوب میشد. لیتل ایتالی یه جاییه که کلا مثلا همین کوریا تاون ما هست. ایتالیایی تاونه ایتالیان تاونه. اونا
ولی فکر کنم امشب دیگه نمیرسیم. امشب نمیرسیم بریم نه؟ نه نشدیم به این برنامه که میخوایم بذاریم برسیم خیلی آره نمیشه. همون اون رستورانه بریم که اون سال رفتیم چی؟ خیلی الان بریم اونجا؟ چرا؟ کریسمس ایده نه اونجا متوجه کریسمس ایو همه میرن تو منحتن همه میرن تو راک همه دور برام چکی میره رستوران یه جای خیلی خوبه بریم که خلوت دیگه. الان قلب شهر رو بری به چرخی راه بری اصلا فاز رستورانی نیست فاز گشت و گذاری و پیاده باشه توهین نکن به من به عقایدم به معصومیتم چون ما سه نسلمون مسیحیه. یه جوری امروز این گرینچ رو کش گرفته بودم این بغل کردم به زبون شهرمیرزادیه. یه جوری این گرینچ رو کش گرفته بودم انگار مثلا پدر بزرگم بنده خدا مثلا زنده شده بود بغلش کردم. چی بود اسمان اگه Officially Christmas. It's officially Christmas. It's officially Christmas. یه جوری داشتم باش آواز میخوندم و It's officially Christmas. یه جوری داشتم باش آواز میخوندم و میرقصیدم مثلا همه اینجوری مونده بودم گفتم وای کریسمس یه دونه ارلی برد بدید به این بره فقط. ماتیک زدم خوشگل شدم برم بیرون. میخوام امشب یه کار جدید کنم. میخوام دوربین ببریم چند تا عکس بگیرم از خودم. اینا وای شونم داشت میافتاد تو چای توالت. این جزو خریده ای که خودم خریدم همه شو. باز مرغ کرچم. واو خیلی زیبا شدن. یه نگاه کن. کرچس مرغ شهرداری مانده کرکرام هست. واقعا کاش یه دونه چیز میگرفتیم این که من همه جا تیپام عوض میشه تو هنوز باید. آها خب دستکش های قهوه‌ای دستم کردم با این کیفم با این کفشه. Let's go. آقا اومدیم کیوت ترین بازارچه‌ای که میشد. خیلی نازه. اینجا هم فاتینا جه. برم یه دونه برم عشق کنید. ولی نه برم ماسانتا کلاساشو میرم یه کلاس برم میرم اینقدر دست و بال میزنم تا یاد بگیرم. ببین من یه جوری خوشحالم واقعا انگار پدر جدم کریسمسیه. به همه میبینم تبریک میگم همه رو یه جوری بغل میکنم. نیویورک کریسمسی هستی موضوع چه خوشحال میشم. یعنی من از الان آماده هیتایی که میگیرم هستم. کی میخواد هیت بزنه؟ آها چه گفته؟ خسته شدم انقدر زیبایی دیدم. چقدری ماشاءالله واقعا خوشگله همه چی. اینا ها این رستورانه ما پارسال که اومدیم. آره نه مسخره. یادت اینجا ازم عکس گرفته بودی؟ این رستورانه. بله تعظیم کن. باو down bitches. آره نمیخوام بگیرم اصلا میبینی که در و داغونه نمیخوام بگیرم میخوام ببینم. یه جوری میترسه ازت. اینجا عکس گرفتیم پارسال دیگه. این رستوران خیلی بابا من بودم این بری حرف زدم 640 تا عکس تو سه روز واقعا 600 تا فقط. خیلی وایب این رستوران رو دوست دارم. بذار از تو پنجرش خیلی لوکی نشونتون بدم. نگاه کنی ببینی خیلی خوشگله. 1266 600 من دیروز بود. آفرین. خب میگم روزی 600 تا عکس داره میگیری میگه میترسم. وای چه منت میذاری سر آدم. خدا تو پول نگیره آدم. 1266 خیلی خوشگله. نمیدونم متوجه منظورم میشید یا نه. ببین خدا وکیلی پول همه این دوربینا و عکاسی‌ها رو باید بهش بدم. مثلا تا 1 میلیون فالوور اگه نری بچه‌ها دست به دست هم بدید بذارید میکنم با یه اکانت دیگه. خودم بیام می‌نویسم چه شوهر
وای بچه ها همینطور داشتیم رد میشدیم ببینید چی دیدیم. بعد این توش یه تیکه معلوم بود اصلا یه دنیاییه برای خودش. 10 تا 8 تا 8 10 تا یک فردا بسته است. دروغ نگو. اونا جمعه هستیم، جمعه میریم. اوکی. خیلی خوشگله. آره یادت باشه جمعه پس میریم اینجا. آره خیلی خفنه. ببین اصلا ماساچوست میره میاد. اینم از گرند ترمینال. این دفعه یاده چقدر خلوت بود. 12 شب بود. اینجا قطار از جاهای مختلف میاد. او مای گاد. خیلی خب بچه ها بهتون گفته بودم که 2 سال پیش که با آمده بودیم این ته راکفلر دیور بود. بعد داستان زندگی اونر دیور رو دیسکرایب کرده بود، مثلا زده بود نوشته بود، یعنی مثلا با تصویر نشون داده بود کلی ماکت های کوچولو و اینا. حالا امسال اینطوریش کردن. مال یه برندیه که توش همه، یعنی یه طورایی انگار اسپانسر همه برند هاست، مثلا مثل لویی ویتون، پرادا اینا. این شکلی هر ویترینو اینجوری درست کرده. این خیلی بامزه است. الان فلش میزنه. اینم خیلی بامزه. اینو بهتون نشون بدم، یه حالت عجیبه باحالی داره. ولی مثلا اون سال هر کدوم هی سکشن آدمای کوچولو بودن و اینا. حالا اگه پیدا کنم استوریاشو حتما میذارم. اینا ها، این پاساژ است که الان بسته است. من اون سالگرد خیلی بیشتر دوست داشتم، به نظرم خیلی چیزتر بود. آره نه آره، ولی خب مثلا ویترین خوشگله دیگه، ولی الان با میسیس فرقی نداره. او مای گاد، حرفمو پس میگیرم. برو خدا بخر اینا رو مرد، تو چقدر سنگدلی. آخه من تقریبا یه همچین کفشی دارم. اوه اینجا میش سالته مثلا. ای خدا این اگه زوم کرد نگاه. وای دلم میخواد برم تو دکوراشون زندگی کنم. But just been playing a long time now. But outside here, like 15 years. 16 Oh years. my God. So you've been in New York for so long, huh? I'm from New York, yeah. I'm a product of it. Like, I'm here, yeah. Nice. So, Cool. you know, Keep up the good work, man. listen, I appreciate it. Killed Have a blessed night. it. Killed it. Hey, you too. Let's go viral together. Yeah. این آرتیستای خیابونی آره آرتیست سنگین شروع کرد سامر تو هات برقصه. دیگه من امیدوارم فقط پر پاچم دیگه البته صاف پامه. نه بابا اصلا قد زیبا میرقصیدی که قلبم اینطوری جمعیت رو دستت گرفته بودی رسما. و بهش میگم بیاین برقصید. نه دختره اومدی دستشو بگیری اون سیاه‌پوسته گفت نه بعد پسر هولش شد برگشت نگاه سنگین گفت نمیخوام برم. خب خیلی اصلا دوست ندارن غذاشون. خودش رقصید اولش، یعنی قبل از که داشت کفشو عوض می‌کردی داشت میرقصید با پارتنرش ریز. ولی خب این جمعیت رو خیلی دوست ندارن. I was the only star. You are the only star.
ببین این واقعا میدونی چیه؟ واقعا تایتل ویدیو این باشه Don't talk about social anxiety with me. I am the social anxiety. قشنگ همینه. عالی بود. social anxiety. اصلا تو من وجود با اینقدر خوشم دارم که این آشغالا رو من جمع کنم. چرا حالا چه رفتی داره؟ بودو. اومد کجا بودو؟ بودو. خط کنم. خیلی حال.